سلام به رفقای همیشگی موشکاف. آقا بازم یه مذاکره دیگه و یه ولوله دیگه تو نظام. این بار مذاکره با خود شیطان بزرگه. یعنی قرار عظما رو در جریان یک نرمش حماسی اساسی بتکونن. حرف جماعت کوسه و اولاچ اینه که مسیر زهرخوری طولانیه و ما هم باید تخت گاز بریم. راه دیگه ای هم نداریم که نداریم. هیئت‌های ایران و آمریکا مذاکرات هسته‌ای را آغاز کردند. عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت هنوز فاصله ها زیاد است و طرف مقابل باید تصمیمات سخت بگیرد. نفس مذاکرات بین المللی و دیپلماتیک معمولاً زمانبر بوده و نباید صبر و مقاومت را از دست داد و نباید درباره نتیجه گیری زود قضاوت کرد. ممکن است برخی جناح‌های خارجی یا داخلی برای تحت فشار قرار دادن مذاکره کنندگان ایرانی مسائلی را مطرح سازند، در حالی که معمولاً این مذاکرات برای دیگر کشورها از چند ماه تا چند سال طول کشیده و هیچ نگرانی هم به وجود نیامده. آره دیگه، میگه آش زهره و روده 6 متری عظما تا بخواد مسیر رو طی کنه طول میکشه. دل با پسو هم که دیگه نگو. تا روز قبل از مذاکرات مدام پیچ و تاب میخوردن و نگران فرمون بریده ماشین نظام بودن. رصد آشکار موضوعات ادعای حقوق بشری بر ضد ایران اسلامی به وضوح حاکی از آن است که آمریکا فرمان را به دست گرفته است. هدف آمریکایی ها از این بازی و پیش بردن سناریوی حقوق بشری تغییر رفتار ایران است تا بستر باجخواهی طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای فراهم شود. بله، الان معلوم شده که دلواپسا هم جای این که نگران فرمون نظام باشن دلواپس فیلتر هوان، یعنی دنبال راه نفس خودشونن. بفرمایید این هم از تیبیریش که وسط تونل تاریک بحرانها چشم انتظار یه سوراخی، کورسویی، چیزی. سرانجام مذاکرات وین 4 با اختلافات شدید طرفین بدون نتیجه پایان یافت تا شاید در دورهای بعدی کار تنظیم پیشنویس توافق نهایی را از سر گیرند. به قول اخوی ما شاید و کاشتن جاش هندویل سبز شد. حالا این وسط از همه تماشایی‌تر وضعیت دلنگون سیدلیه که دوباره سر و کلش پیدا شده و داره با روزه های هسته‌ایش یکی به نل میزنه یکی به میخ. در کار جهاد علمی بایستی روحیه خودباوری تقویت بشود. ما متاسفانه در طول سالیان دراز تبلیغ شده ایم و تفهیم شده ایم که دست موجود ایرانی از رسیدن به مراکز بلند و عالی کوتاهه. این به نظر من یک بلای بزرگی است. تو این سالها خیلی سعی شده است که این روحیه تبدیل بشود به روحیه ما میتوانیم. خیلی سعی شده اما آخرش از توش ما نمیتوانیم در اومده. البته در زمینه زهرخوری احتمالاً میتوانید یه سگ دعایی بزنید. حرفای عظما تا این قسمت سهم جماعت دلواپس بود، میخواست اینجوری بهشون دلداری بده. حالا نوبت میرسه به چشمک و چراغ واسه شیطان بزرگ. افتخارم میکنیم که بله ما جزو 5 کشوری هستیم یا 10 کشوری هستیم
که این رو میسازن. خیلی خوب، بله این خیلی خوبه، اما اونچه که ساخته شده است، اونچه که تولید شده است، اونچه که فراورده دانش بشری است، این مال دیگری است. شما باید سعی کنید فراورده دانش بشری به وجود بیارید و هدیه کنید به بشریت. کار بسیار مهمی است. اگر این رو با کمک الهی و با توکل به خدای متعال این راه رو دنبال کنید، اون وقت می توانید پدیده هایی را از دانش به دست بیارید که محصولات دانش جدید اونها رو نتوانسته از به دست بیاره و احیانا دور از مفاسد و مضاری که محصولات دانش جدید برای بشریت داشته است. این چشمک و چراغ عظما بود که شب مذاکره داره از تکنولوژی دور از مفاسد و مضار، یعنی همون هسته بی خطر، دم میزنه. اینم از چشمک شیخ بری که بعد از 4 روز معطلی یه تبریک نیمبند به بشار گردن دراز گفت. پیام تبریک رئیس جمهور به بشار اسد. آقای روحانی در پیامی به بشار اسد برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. تبریک شیخ بری انقدر تابلو بود که همه مفسرها گفتن آقا این داره به طرف حساباش نخ میده. جواب طرف حسابا رو هم بشنوید که اند خنده است. موضوع موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند در مذاکرات با رژیم ایران مطرح می شود. خاک بر سرت سید علی بافور، این همه سوسه اومدی و فیلم بازی کردی، آخرش همه گزینه ها روی میزه. همینه دیگه، نرمش زلیلانه ته خطش همینه. باید همینجوری سینه خیز بری تا ته دره، بخوری پاته نخوری پاته. موشکار